علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و برادران عزیز، الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را نگهبان باشه در این دهه آخرت. انشاءالله که همیشه با عبادت الله باشین. یک اجر ثواب به شما انشاءالله که مبدل به 1000 میگرده. انشاءالله که فرصت از دست ندهین. این ماه قرآن است. الله سبحانه و تعالی در این ماه مبارک قرآن را نازل کرده است. همیشه با طاعت عبادت الله باشیم. ماه بخشش گناهان است. از توبه یعنی غافل مشین، با دعا باشین و توبه کنین نزد پروردگار، که چنان رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که التائب من الذنب کمن لا ذنب له. توبه کننده گناه چنان که در اون گناه وجود ندارد. الحمدلله. سر مثلا میریم. در ما بسیاری برادرها زنگ میزدن که داروها، یعنی الحمدلله چی نمود داروهایی که بگین همون نمود داروها داریم، چی برای پرستاتیت باشه، چی برای بسیاری برادرها هستن که از جهت گیمارای یعنی تنقیصی میکشد. داروها در ما الحمدلله که وجود داره. میتونین که انشالله که برقم هایی که در روی اکران میبینین میتونین که زنگ بزنین. داروها برای پرستاتیت اپیدیوم پاستا، یعنی اکثر هفته 13 به خاطر ماه شریف رمضان برای دهه آخره هر کسی که یعنی خریداری کنه برای همونها، مثال پیش همینا در بسیاری مگزین ها همینا 1000 یک نیم 2000 در بعضی جاش 950 در ما یعنی عکسش کردیم به خاطر ماه شریف رمضان 400 روبل، یعنی برای برادرانی که مثال بیماری پرستاتی دارن یعنی پیشابشون قبیده نمیتوانن، برای همونها خواستیم که عکس کنیم. و همچنین برای کسانی که یعنی پیشاب قبیده نمیتونن، یعنی از مردینگیشون سوزاک میره وقتی که پیشاب میکنن، برای همونها دارو هم داریم. و برای کسانی که یعنی آوی مردینگیشون سست است، یعنی برای فرزندداری و دیگه هم خوابگی تنقیصی میکشه، برای همونها هم دارو وجود هست. الحمدلله اینها را یعنی خدمون تورسی رفتیم، خدمون تورسی زکاس کردیم، گرفتیم آوردیم از فابریکاش. و همچنین دارو برای قرتق، بعضی انسان گلوشون در میکنه، برای ایمونیتیت، برای که یعنی کسر زنانگی، برای همچنین 4 نتمین مثال برادرانشون ببرن الحمدلله تازه ناتورال نیان رژیم مثال اینایش میتونن که انشالله که رقم هایی که در روی اکران میبینین. و قرآن ها چند نمود الحمدلله هسته. چوپی ترکیه هم هسته، چوپی سعودی هم هسته، چوپی قزان هم هسته، چوپی یگیپت هم هسته. و داروها برای فربشیدن و برای خراب شدن و برای ترور تازه کردن و برای سحر و جادو هم الحمدلله داروها هست. برای استوغان ها، برای سوستف، برای عصب، برای نروی، برای دولینی، برای هر نمود بیماری الحمدلله که داروها در ما وجود دارن. فقط میتونین که رقم هایی که در روی اکران ببینین، میتونین که زنگ بزنین، یعنی دردتون بگین چی درد دارین. یک کورس لیچن انشاءالله که برادرها هستن مینویسن تونه، میتونین که زنگ بزنین بیاین خریداری کنین، یا که با واسطه پوچتا میتونیم که روان کنیم. و دیگر عکس برای ما برای برادران از روز دوشنبه انشاءالله هر کسی که حجامه گیری میه برای همونها یعنی یک قرآن تحفه کرده میشه. یعنی 4 نمود یعنی هدیه هستن، یا قرآن، یا جای نماز، یا دوخی، یعنی دوخی های خوب هستن الحمدلله. یعنی ما عکس کردیم دوخی به نهایت دوخی خوب هستن. پس از شما دیگه نیک پدرکه برای کسانی که مثال میان حجامه گیری و دوخی فرساج و چند نمود دوخی ها هستن. یا اینکه ساعت ها انشاءالله کسی که حجامه میگیره ساعت ها تحفه میشه کرده میشه برای هم برادران ها. یعنی به نهایت ساعت های خوب هستن، یعنی طرز فروش رو یک نیم مزاریه کسی که حجامه میگیره انشاءالله برای هم اونها تحفه هست. و داروی عمومی الحمدلله بسیار برادر هستن که مثال اسپرسمنت ها، برای اسپرسمنت ها به نهایت فایده خوب داره این دارو. و برای کسانی که مثال ذهنشون سسته امیگا 3 به نهایت فایده خوب داره. ریب نژیره، یعنی انسان عصبش آرام میکنه و فهمیچه خوب میکنه. و کسانی که عصبانیه پسته یعنی نرو چیز میکنه حجامه بگیرن، بعد از حجامه یک کورس لیچینی بگیرن انشاءالله که فایده خوبی داره. نروی عصب دیگه چیزا میمونه. انا گفتن همونه انشاءالله این دارو خوبه برای کسانی که مثال یعنی بیماری دارن، بیماری زنانگی دارن، برای اونها فایده خوبه. بسیار دارو هستن انشاءالله که همه اینها را اگر که ما نمبر کنیم. قرآن با زبان تاجیکی هسته، با زبان روسی هسته، با زبان ازبکی هسته و قرآن های کلان هستند برای کسانی که مثال مادرانی که ذهنشان سسته و ذهنشان سلبی هسته، برای اونها الحمدلله
قرآن به نهایت خوب و عجیب است. یعنی حرفاش کلام کردگی و چشما را نمیزنی. یعنی ببینید که زرده چشما را نمیزنن. طرز خواندنش به نهایت خوبه انشاءالله. و در این ماه شریف رمضان حرکت کنید که با تلاوت قرآن باشین. که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لاصحابه. قرآن را بخوانین و تلاوت بکنین به درستی که روز قیامت همین قرآن شفاعتگری ما و شما می باشد. چقدر که الله سبحانه و تعالی می فرماید که اليوم نختم على افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم ما كانوا یکسبون. و روز قیامت الله دهان ما و شما را مهر میزنه و دستها و پاهای ما و شما شاهدی میتن و ما با چه عمل گرفتار بدیم. ما مخاطر ان شاء الله ما امیدواریم که این قرآن روز قیامت برای ما و شما شفاعتگر می باشد و شاهدی عملهای خیر ما می باشد. باقی در امان الله باشین. از دعای سوالیتان فراموش مکنین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یگان دارو دیگه شامپون و صابون و دیگه چیزها هستن شما میتونید برای برادران و گپ زن دوام شد. دوستان از این شامپون هستن برای موی سر ریزاندن از 4 تیمین برای مقصد پرخ برای این چونین هستن. پس الهین با 4 تیمین یا جا کردگی میتونی انشالله زکاس کنی. اومگا چونین قوری گفت هسته انشالله و سینول هسته. پس الهین هم سیگارت کردگی برای 6 فایده داره انشالله. هم گه برای مثل چای هسته. توقیوی هستن تورکو مقصد مثل ویدیو پیشتر گفتیم. یعنی که به توقیوی خوب هر نمونه هسته انشالله. توقیوی توبستانه ملهم هسته. ملهم ارزان میسواق راست کردگی اینه. ای میسواق راست کردگی برای زبونه برای داروی کیرم برای کیر میشکم میتونه زکاس کنه انشالله. میزرولیک این هسته میکس با ایشو هسته برای خراب کردن برای فربی کردن انشالله. بین باکس اینه برای خراب کردن هسته انشالله. قرآنای روچکادور کدومی که زکاس میکنه انشالله. قرآنای که روچکادور هستن. قرآنای ترکی هستن. قرآن از خزان از تمام جای انشالله جمع‌آوری کردیم هست. آبهای زمین هست میشل میگم 5 لیترش هست 1 لیترش هست 1.5 لیترش هست میتونید زکاس کنید. و همچنین تسبیح ها الکترون تسبیح و این نمو تسبیح هستن که مقصد محتاب. باقی در امان خدا باشه. در مدعو باشه. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران سوال میکنن که آیا در هر یک آدم مثال بانکای نو استفاده میبرین که یک بانکر در چند آدم؟ الحمدلله برای هر یک آدم یک علاهده پیچتکای نو لیزوی نو یا بانکها همش الحمدلله که نوان استعمال کردگی نیستن. چون که میبینین همش بانکهای تا زهر نو در هر یک آدم الحمدلله که پلانی مدیسین با خبریم حرکت میکنیم که در هر یک آدم چون استفاده علاهده بانکای نو استفاده بریم. حتی همه چیز همش نوان الحمدلله. یعنی کاربکا بانکای نو بعد از حجامه میتونیم که بانک‌ها را بتیمشونه و اینا رفته شوشته کنن به یعنی پریکیس و درود مثال قدم میتونن که بشوانش با اضافه یا با این بانک‌ها حجامه بگیرن تا اینکه برای اونها عکس باشه اسکیپ که باشه. خب خداوند هر کی ما شما رو نگهبان باشه. السلام علیکم.